سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین مدیتیشن کانال ما. من هدا هستم و میخوایم با هم دیگه روی چاکرای ریشمون تمرکز کنیم. حتما باید به حالت نشسته باشید، دراز نکشید و ستون فقرات شما باید کشیده و راست باشه تا انرژی که از زمین دریافت میکنید بتونه به راحتی بین چاکراهای اصلی دیگه بدنمون جریان پیدا کنه. توی یک شرایط راحت قرار بگیرید و سعی کنید تعادل دو طرف بدنتون رو حس کنید. اگر نیاز به جابجایی دارید حتما این کار رو انجام بدید. اگر آماده ای با من همراه شو. چشمانت رو ببند و توجهت رو بیار به نفس کشیدنت. میخوایم اکسیژن کافی رو وارد بدنمون کنیم، چون در طول روز نفس کشیدن عمیق و کامل رو فراموش میکنیم. پس یک دم عمیق از طرف بینی، مقداری مکث و یک بازدم عمیق. سینه رو پر از هوا کن و یک بازدم خیلی آرام و طبیعی انجام بده. اجازه بده اکسیژن بدون فشار و شدت وارد ریه های تو بشه و مسیر حرکت هوا رو در راه های تنفسی دنبال کن. به آرامی بازدم انجام بده و هیچ فشاری به ریه خودت نیار. تمرکزت کاملا روی این نفس‌های آرام و عمیق باشه. با هر دم دنیای آرامش و امنیت رو وارد تمام سلول‌های بدنت می‌کنی و هر بازدم تمام تنش‌ها رو از بدنت خارج می‌کنی. مدام با خودت تکرار کن. در این لحظه تمام تنش‌ها از بدنم خارج می‌شوند. در این لحظه تمام تنش‌ها از بدنم خارج می‌شوند. در این لحظه تمام تنش‌ها از بدنم خارج می‌شوند. حالا حواست رو بیار به زمین، به تمام نقاطی که بدنت با زمین تماس داره. توجه کن ببین در کجاها این نقاط رو بیشتر احساس می‌کنی. نقاطی که بیشتر احساس می‌کنی محل جاذبه زمینه که تو رو محکم به زمین متصل کرده. اگر این جاذبه نبود الان کاملا معلق بودی و مثل مادری که فرزندش رو محکم در آغوش گرفته از تو حمایت میکنه و زمین تو رو به خودش وصل کرده و توانایی این رو داره که وجودت رو سرشار از انرژی و ثروت کنه. حالا توجهت رو بیار به نشیمنگاهت که به زمین متصله. اونجا دقیقاً
محل چاکرای ریشه است. چاکرای ریشه دروازه ورود انرژی های زمین قدرتمند و بخشنده است. مثل گلی قرمز که در حال چرخشه و انرژی رو از زمین دریافت میکنه و به بقیه چاکراها به جریان میندازه. توی این چاکرا متوجه یک نور قرمز باش که با هر دم و بازدم درخشانتر و زیباتر میشه. با هر نفس از زمین انرژی دریافت میکنه و روشنتر و زیباتر میشه. حالا این جملات رو با خودت تکرار کن. من اینجا در این زمین احساس امنیت میکنم. برخلاف ظاهر زندگی، من به این زمین برای حمایتش اعتماد دارم. من بیش از نیازم دریافت میکنم. من ثروتمند و پر انرژی هستم. من در امنیت کامل هستم. با یک نفس عمیق توجهت رو بیار به سمت زمین که داره از تو حمایت میکنه و هر لحظه داری انرژیت رو از اون دریافت میکنی. متوجه چاکرای ریشت شو که درخشانتر و زیباتر شده و نور قرمزش در تمام بدنت جریان پیدا کرده. امیدوارم از این زمین قوی و بخشنده شفا، فراوانی و شادی رو دریافت کنی. با نفس‌های آرام و مطمئن برای خودت دعا کن و از زمین پاک تشکر کن. هر زمان که آماده بودی میتونی چشمانت رو باز کنی. ممنونم که در اولین مدیتیشن از من حمایت میکنی و کانالمون رو سابسکرایب میکنی. در ویدیوی قبلی جملات تأکیدی برای شفای چاکرای ریشه رو داریم. امیدوارم که گوش بدید و استفاده بکنید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.